کسانی که سحر شدن. ممکنه شما اهل دعانویس نباشی، سرکتابگیر نباشی، همسایه بالایی همسایه پایینی دنبال دعانویس میرن، ترکشش به شما میخوره. رفتی زیارت اهل قبور، پاتو گذاشتی جایی که دعا دب کردن، این انرژی منفی با شما میاد تو خونتون. به محض دیگه وارد خونه میشه حالتون بد میشه. دختر داشته باشی عروس نمیشه، زندگیت پریشان میشه، سردرگمی. ممکنه یه جوری خدا ناکرده مریض بشه که علاج نداشته باشه. به این میگن سحر. علامتش اینه که کمهاری، بی‌حوصله‌ای، کسلی، خستی، از دنیا سیری هستن. هرز عبید جانب باطل و سحر قوی. تابلو توی خونه بهترین جا میزنید، همراهش همیشه همراهتون باشه. سحری برای شما کرده باشد به لطف خدا واقع میشه. دیگه سحری هم نمیتونه انجام بدن. شرطش اینه که اگر برید دنبال دعانویس سرکتابگیر اصلا تهیه نکن، اونها رو رها کن و بچسب به خدا و اهل بیت. دعا میکنم که عاقبت